برنامه ما تا حال ادامه دارد. اینه ببینید تا که آقا بیگاه شده ایستاده است، انا را لیکن خورده نتونستن. حاضر میبینیم که من تاریک شده ایستاده است. ممکن میشمایه. سلام علیکم از این مکان احرارف. سلام علیکم. شما درست می استاد عزیز؟ دیرکتری دام کلتوری رقم 1 خانه مدنیت. شما درست می؟ سلامتون از می؟ ما برنامه قند زن تلویزیونی سلام شما تشریح میدیم. قند یک جای میزنیم؟ قند یک جای میدیم. بیاید یک تا شرط بازی کنیم اگر شما راضی باشید. چه شرط؟ اشتراک میکنید این برنامه و اول شرط فهمید؟ شما کجا اومده ایستاده؟ من روز دیگه بعد از کار میخوام یک بیمارخانه رفتم نبیر چه خبر گیرم. پولی زیادتی برای شما به فکرم زیان نمیکنه، خبر نمیرسونه. این خیلی باشد یک شرط بازی میکنیم. استاد عزیز شرط همین که همین یک تمنیم پفکده همین موبایل یک دقیقه همین پفکده همین بامباس کرده کفانید من شما 10 تومان میتیم. راضی می شما؟ 10 تومان پول نبوده. 10 تومان نه 20 تومان میتیم همین پوف کرده کفانان وکار 20 تومان میتیم. موبایل یک دقیقه خودتون پوف کرده هیچ 20 تومان موبایل یک دقیقه نخود 20 تومان کفا شد همین پوف کرده کفانی بله یا با اگر یک دقیقه گذرد نکفت پول نمیگیرد. اگر موبایل یک دقیقه پوف کرده کفانید 20 تومان از برنامه قند زن از من ناظم یوسفزاد برای شما تحفه. 20 تومان خیلی پول خیلی نظرم نمیگیرد. میدونم نظرتون میدونید لیکن 20 تومان ما به برکه است. استاد عزیز همه رحمت یک دقیقه 20 تومان گنده نه. آره من خودش 20 تومان. شما بسیار پولایم دیده ایستادید لیکن 20 تومان ما پور به برکه است. قربش هم کلانه است. شرط دیومش نیست. یک شرط خلاص. یک تا شرط خلاص هم برای همه یک تا شرط. ما برای شما شرطی سبوک دادیم. ما گفتگی ما نه که شما میتونه گیرید یا مولا بتونه گیرید. مولا گیرید ممکنه. انا برای همون فقط میکنید موبایل یک دقیقه. آره ملی تاجیکیه. الله رحمت استاد. $100,000 باشم نمیگیرم. رحمت استاد عزیز. مرحمت 1 2 3 رفتین. استاد عزیز کما کلمون که دیگه نشبه من 33 ثانیه فکر کفاندن. از برنامه قند زن از تلویزیونی سلام برای شما 20 تومان هدیه استاد عزیز. من شمرده بینید این فکی کفی دیگه گیریتان یعنی دونش بینی یک شمرده بینید امولو برای شما هدیه. یک دعا کنید ما همین تلویزیون برنامه قند زن هیچ وقت دروغ نمیگوید. برای همین سال نوی 2016 سال میمون که است میمون باز نیست. البته این راستی میگویم راست برای برنامه شما موافقت میخوام. تشکر. کشش کاراتیات تمام مخلصان میخوام که من اشتراک این برنامه کنم. صاحب پوشوان بران قند زن و چی کدام سرود درخواست کردین داره دوستان عزیز؟ از کدام حافظ میاد چه خیلی؟ کدامش کی باید؟ سرود هندی خودت میخونی؟ سلامت باشه. خانم میتونی کی به حاضر؟ برای چی نه استاد عزیز؟ البته سرودی هندی میرود برای استاد عزیز. اینه باش قندتون زنه. قندت همیشه زن.